فعلا اخراج اجباری دوباره از سر گرفته شده، ولی به صورت سیلاسا فعلا مهاجرین داخل کشور میشه. در این مقطع زمانی امارت اسلامی ناگزیر شد که از هموطنان خیری خود، از اتاقهای صنعت و تجارت، اتحادیه ها و دیگر مراجع خیریه، دفاتر سازمان ملل متحد، نهادهای کمک کننده و غیره دوباره از اینا یک تقاضای کمک کنند. چنانچه در اخراج گذشته، در اخراج اولی شما رول مهمی را ادا کردین در کمک به مهاجرین. ما میخواهیم که در این اخراج هم سهم فعالی داشته باشید، نه تنها در اخراج مهاجرین بلکه در زلزله هرات، در سیلاب ها هم سهم فعال و رول مهم داشتید. در حال حاضر نیز برای رسیدگی به مشکلات و نیازهای مبرم هموطنان عمادت کننده از کشور همسایه در حد توان خود از هر نوع همکاری دریغ نورزد. با منظور بهبود در عرضه خدمات و پاسخگویی مؤثر به مشکلات هموطنان عودت کننده، تمام فعالیت‌هایشان را با کمیته جلب جذب کمک‌ها هماهنگ نمایند. وزارت اقتصاد که ریاست کمیته جلب جذب کمک‌ها برای مهاجرین عودت کننده را به عهده دارد، تمام سهولت‌های لازم را برای نهادهای مددرسان با کمیته‌های موظف ایجاد نموده و آمادگی هر نوع همکاری در این زمینه می باشد. در این مقطع زمانی عرضه خدمات به مهاجرین عودت کننده در اولویت‌های کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد.